سلام دوستان، به کانال بشناسید خوش اومدید. به قسمت سوم از برنامه جملات بزرگ از بزرگان. این قسمت رو اختصاص دادم به وینستون چرچیل بزرگ، نخست وزیر انگلستان در زمان جنگ جهانی دوم و حتی بعد از اون. ما با هم میریم چند تا از جملات رو با هم بررسی و مرور کنیم که قبل از ویدیو پیشنهاد میکنم این ویدیو رو تا آخر ببینید، چون دوتا کلیپ آخرش خیلی خوب و مهم هستند. نمیدانم چرا کسانی که میدانند چطور کشور را اداره کنند یا راننده تاکسی هستند یا آرایشگر مو. زنان را محدود کنید، آزار دهید، تمسخر کنید و کلا زن رو تو جامعه کم ارزش کنید. من مطمئنم این جامعه‌ای که میگم 1000 سال هم که بگذرد پیشرفت نخواهد کرد. چیزی که مردم جهان سوم باید نجات دهند وطن و فرهنگ و تمدنشان نیست، بلکه اول باید خود را نجات دهند، زیرا آنان در اعماق نادانی توهم دانایی دارند. جمله بعدی: از مخالفت نهراسید. باد اگه وقتی اوج و سرعت میگیرد که با باد روبرو مخالفت بورزد. وقتی اسب‌های توانا حق ورود به میدان آن داشته باشند، هر الاغی میتوان پیروز میدان شد. اقتصاد ضعیف و فقر ملت دو دلیلی بیش ندارد: یا حاکمان احمقند یا احمقها حاکمند. جنگ و خشکسالی بهانه است. عیب جامعه این است که همه میخواهند آدم بزرگی باشند، هیچ کس نمیخواهد آدم مفید و ارزشمندی باشد. موفقیت یعنی حرکت از شکستی به شکست دیگر بدون از دست دادن اشتیاق. 9. تجربه همیشه مفید نیست، چون یک اتفاق دو بار به یک شکل در تاریخ روی نمیدهد. 10. آیا دشمنانی نیز دارید؟ بله. خیلی خوب، این به این معناست که قبلا کار فوق‌العاده انجام داده اید که همه دشمن سرسخت شما شدند تا شما را ضعیف و شکست دهند. 11. سیاستمدار کسی است که حوادث فردا، یک هفته، یک ماه و یک سال دیگر را پیش بینی کند و بعد از آن دلایلی بیابد که چرا فلان اتفاق نیفتاد. وقتی دری بسته می شود، دری دیگر در همان لحظه باز می شود. اما چنانچه با تأسف به درهای بسته نگاه می کنیم که درهای بسته باز را نیز یادمان می رود و در آخر در باز هم بسته می شود. از چرچیل پرسیدن سیاست چیست؟ او کمی مکث کرد و دایره‌ای کشید و یک خروسی در آن انداخت و گفت: بدون آنکه خروس بیرون بیاید آن را بگیرید و تحویل من دهید. انسان‌هایی را از کوچه ها و خیابان جمع کردن کسی نتوانست. در آخر چرچیل خروس دیگری در دایره انداخت و خروس‌ها با هم جنگیدند و در آخر چرچیل گردن هر دو خروس را گرفت و گفت: این است سیاستی که میپرسید چیست. من همیشه آماده یاد گرفتن چیزها هستم، هرچند دوست ندارم کسی چیزی به من یاد دهد. 15. گاهی برای نابودی یک کشور نیازی به جنگ و خونریزی نیست، فقط به جای افراد برجسته افراد نادان و احمق را جایگزین کنید. من مطمئنم بعد از این کار جامعه فلج می شود. چرچیل یکی از خونریزترین انسان‌های تاریخ انگلیس بود که چیزی عادی است، چون وقتی پای یک جنگ در میان باشد، هر کسی که جنگ بلد و حتی دوست نداشته باشد مجبور است که بجنگد. وقتی چرچیل دید هیتلر اینقدر به راحتی لهستان و کشورهای اطراف خود را میگیرد، اول خود تنها وارد جنگ شد و گفت: ما از این جزیره دفاع خواهیم کرد، در آسمان، در صحرا، در زمین، در آب، در جنگل، در خیابان‌ها و کوچه ها، و حتی نمیگذارم یک خاک این وطن به دست کسی مثل هیتلر بیفتد، حتی اگه به قیمت جانم تمام شود. تقریبا 1-2 ماه اول جنگ را چرچیل تنهایی با آلمان می جنگید، اما بعد از آن شوروی سابق و آمریکا با او متحد شدند و با هیتلر وارد جنگ شدند که واقعا جنگی بد را تجربه کردند. هرچند به اسلام مزایایی بود برای کشورهایی که پیشرفت نکرده بودند اون وقتا که بعد از جنگ جهانی مجبور به پیشرفت بودند. یکی از این کشورها کشور لهستان بود.